پیش از اینکه ما از خانه میبریم برای احتیاط نمودن یعنی خاموش نمودن برق چیزای برقی میباشد اینا رو از همه پیش باید ما خاموش نماییم احتیاط نماییم برای من با فکر من همین از همه چیز مهمترین است در محله که زندگی میکنیم از بس که در کناری راه است و راههای فرعی ماشین گذار نیز دارد برای گذاشتن ماشین های سوختار خاموش کنی راه دارد و همچنین تمامی اون جایهایی که از طریق اون باید ماشین های سوختار خاموش کنی آب گیرند نیز وجود دارد به هر حال تامین است ولی با وجود این از هر یک شهروند از هر یک ساکنی شهر احتیاط و هوشیاری را طلب میکند این یک مسئله مشکلی که است در خانه ها نگه داشتن همون بالون های گاز که اصلا نه فقط به همون خانه بلکه به امنیت همسایه‌اش نیز خیلی خطر جدی تهدید میکند و از این باید پیشگیری کرد در خانه ما همش موافقی قانون همش ما پلیت‌های الکتریکی اصلا استفاده نمیبریم ما گاز داریم گاز استفاده میبریم ما کاه در چردک جا نمیکنیم مثلا کاهدان گفتنی هست در کاهدان جا میکنیم راستی گپ قاعده‌های بخطری سوختار در محل زیستی ما شاید نه اونقدر رعایت کرده شود زیرا بسیاری از آدمان قاعده‌های بخطری را نمیدونند و ضررهایی که از سوختار به آنها میرسد از آنها بیخبرند و شاید دولت میتواند با یگان راه به مردم فهماندهی کنند تا که قاعده‌های بخطری سوختار بهتر رعایت گردد در محله و در خانه ها قاعده‌های سوختار عموما قاعده گفتن گپ بسیار وقت بسیارش در کاغذ نوشته میشد و لیکن در عمل اجرا نمیشود روزایی میشه که تیرما در رته درخت علاوه میکنن هرچند که اونجا درخت هم میتونه که از اون سوختار یابد و این یک مثال است دیگر چند مثال دیگر هست که مثال میگیرم یگان رستورانی که هست یگان طرفخانه که میدروی میبینی نظر میکنی به او درون اون سوختار اون میبینی کابلایی که گذشته از سیم اونها همشون یعنی چی نیستن از خطرناکن برای آدم من این واقعی که در پیش دوشت گوریسپالکوم نگایتاشکا بود که همچه سوختار بود گفته بودن که همونجا همه ماشینای آمادگی به آب بودن بعد جستجو کردن و آب کافته بودن من حاضرم من مسئله کاروانم میگن که واقعی همین خیلی بود است